آیا شما هم جز اون آدمایی هستین که منتظرین پاسپورت بریتیشتون رو بگیرین و بعد شروع کنین به کشورهای دیگه سفر کنین؟ باید بگم که کاملا در اشتباهین. بیشتر از 10 تا کشور هست که اصلا نیازی به اخذ ویزا ندارن و شما با همین کارت BRP کشور انگلیس یا بریتانیا میتونین به این کشورها سفر کنین. در این قسمت از ویدیوی کانال سپ نرسینگ من اومدم که در مورد این کشورها با هم گپ بزنیم. پس با من همراه باشین. سلام دوستان، من نرسپیده هستم، پرستار رجیستر کشور انگلیس. در این قسمت اومدیم که در مورد کشورهایی باهاتون حرف بزنم که میتونین به این کشورها بدون اخذ ویزای خاص و جداگانه‌ای سفر کنین. یعنی با همین کارت BRP یا کارت رزیدنسی داخل UK که به شما این اجازه رو داده که داخل UK ساکن باشین و اقامت موقت داشته باشین، با همین کارت و با پاسپورت خودمون، پاسپورت همین ایران خودمون که داریم، میتونیم به این کشورها سفر کنیم. راستش برای خود من خیلی جذاب بود، از اونجایی که خیلی علاقه‌مند سفر هستم و الانم که نزدیک 10 ماهه که ساکن کشور انگلیس هستیم، خیلی سفرهای داخلی زیادی داشتیم و خارجی هم. حالا حتی بخوایم اسکاتلند رو در نظر بگیریم، درست جزء بریتانیا هست ولی خارج از انگلیس محسوب میشه. ولی حالا من نیومدم اینجا که اون 4 تا قسمت بریتانیا رو بخوام داخل این لیست بذارم. اصلا اینجوری نیست. این لیست شامل یه سری کشورهای دیگه است که واقعا من خودم هم قبل از اینکه این ویدیو رو بخوام بسازم و در موردش تحقیق کنم اصلا خبر نداشتم که میتونیم بریم. اولین کشوری که میشه رفت، شاید تعجب کنید، کشور اروپایی هستش به اسم آلبانی. آلبانی در شمال دریای یونان قرار داره. بچه‌ها ببخشید من اینجا یه سری تقلبایی گذاشتم برای خودم چون به تب نمیتونم حفظ باشم همه اطلاعات این کشورهایی که میخوام بدم، به خاطر همین گاهی رو نگاه میکنم. آلبانی همونطور که گفتم در شمال دریای یونان قرار داره و در واقع در شرق اروپاست، یعنی اون قسمت از اروپا که به ایران نزدیکتره و از انگلیس کمی دورتره. و یکی از جذابیتش اینه که شما تا 90 روز اجازه دارین که با همین کارت BRP و پاسپورت خودمون که پاسپورت ایرانه اونجا وارد بشیم و اونجا اقامت داشته باشین. فکر نکنم حالا 90 روز بخوایم بریم اونجا، ولی خب برای سفر خیلی کوتاه که بخواین برین و سفر اروپایی محسوب بشه، به نظرم خیلی آپشن خوبیه. بچه هر کدوم از این کشورهایی که دارم میگم حتما اکثر مربوط بهش هم میذارم و آخر سر باهاتون میخوام چند تاشون قیمت هواپیماشون هم بررسی کنیم از انگلیس به اونجا که ببینیم مثلا چنده، آیا ارزشش رو داره که اصلا بریم یا نه. دومین کشور بعد از آلبانی مونتنگرو هستش که خب واقعیتش رو بخواین تو بی آنست منم اصلا اسمش رو نشنیده بودم، ولی کشور جالبی بود، ساحل و اینا داره که باز عکسش هم اینجا میذارم. این چرا بعد از آلبانی دقیقاً گذاشتم؟ چون یکی از همسایه‌های آلبانیه و شمال کشور آلبانی قرار داره و در این کشور هم تا 30 روز اجازه اقامت داریم بدون اخذ ویزا. سومین کشور که شاید به گوش خیلیاتون خورده گرجستان هست. برای کشور گرجستان هم تا 90 روز بدون ویزا با کارت BRP تون میتونین برین و از جاهای دیدنیش لذت ببرین و ببینین این کشور زیبا رو. کشور بعدی بهتره بگیم یک تنگه‌ای هست به اسم تنگه جبل الطارق. حتما همتون وقتی که داشتیم جغرافی میخوندیم موقع دبیرستان با این اسم حتما به گوشتون خورده، چون من خودم یه لحظه اسمشو دیدم همون دوران یادم افتاد. جبل الطارق در واقع یک تنگه‌ای هست که اصلا جمعیت خیلی بالایی هم نداره و جزء خاک بریتانیا اصلا محسوب میشه. یعنی بریتانیا انگار مالکش هست، کنار از جزء همسایه‌هاش اسپانیا و مراکش هستش. جذابیتش اینه که خیلی فاصله چندانی با بریتانیا نداره و میتونین شما یک سفر نزدیک اون رو محسوب کنین. و نکته بعدیش اینه که تا 180 روز اینجا هم باز اجازه اقامت داریم. فقط بچه یه نکته
این جبل الطارق داره، من داشتم پروازاشو بررسی می‌کردم، باید حتما دقت کنین که پروازش از انگلیس به جبل الطارق مستقیم باشه، چون گاهن پروازا یه جوری هستن که میرن اسپانیا، یه استاپ دارن اسپانیا و بعد از اسپانیا میرن جبل الطارق. خب به طب ما نمیتونیم بریم اسپانیا بدون ویزای شنگن که باید حتما بگیریم. در نتیجه اینو دقت کنین که اگه بخوایم بریم حتما باید پرواز دایرکت رو حتما بخریم. کشور بعدی مقدونیه شمالی هست. مقدونیه شمالی هم در جنوب شرق اروپا هست، تا 15 روز میشه موند، یه ذره کمتر شد زمانش و از جنوب با یونان همسایه است. در واقع بچه این چیزایی که میگم همشون هول و هوش یونان هستن به جز جبل الطارق البته. منظور آلبانی، مقدونیه شمالی هست، مونتنگرو هست، اینا همشون در همون هول و هوش یونان قرار داره. بعد از اینها باز یک کشوری هست که اسمش رو شنیدین مطمئنم، صربستان هستش که تا 90 روز اجازه میده که شما بدون ویزا اقامت داشته باشین اونجا. بعد اینکه این کشورهای اروپایی رو که لیستش اینا بودن تموم شد، میرسیم به یک سری کشورهای دیگه که در حوزه کارائیب کانتریز بهش میگن، یعنی دریای کارائیب یا کارابیان میگن به انگلیسی، قرار دارن و یک سری کشورهایی هستن که در همشون در همون حوزه هستن. از کشورهایی که میشه رفت با BRP انگلیس، آنگویلا هستش که امیدوارم اسمشو دارم درست تلفظ میکنم، تا 3 ماه حق اقامت دارین اونجا. آروبا هستش، اینا همشون نقشه‌شو الان میذارم براتون، طبق نقشه میتونین ببینین که همشون خیلی جزایر کوچیک کوچیک خیلی نزدیک به هم هستن. جذابیتشون برای یک کسی که ساکن یوکی هست قطعاً آب و هوای گرمشه که خیلی ریلکسینگ میتونه باشه، مخصوصا وقتی در این فصل اگه بخوایم بریم، فصل زمستون که خیلی اصلا حال میده. همچین جایی دریای خیلی خوشگلی داره، ساحل‌های خوبی داره و این رو فراموش نکنید که وقتی به این کشورها میرین که کوچیک‌تر هستن و به تبع وضعیت اقتصادی عقب‌تر از انگلیس هست، شما میتونین چون درآمد به پوند هستش، میتونین اونجا ببینین که واقعا هزینه‌های سفر ارزون در میاد و چیزایی رو که می‌خرین انگار مثلا ارزون‌تره، چون شما دارین به پوند درآمدتون رو میبرین اونجا که خرج کنین. پس این نکته هم فراموشتون نشه. بعدش کشور سنت مارتین هست، اینم تا 30 روز اجازه دارین و خود دومینیکن ریپابلیک که خیلی کشور خوشگلیه و جزو یکی از کشورهایی که تو لیست کشورهایی که مورد مد نظرم هست برای سفر در طول این 1-2 سال آینده هستش. این کشور خیلی کشور جذابی هست، عکساشو که هم میذارم مطمئنم که با هم موافق خواهیم بود. و بعد از اون هم کوراکائو هستش، یه ذره سخت تلفظش، اینم تا 30 روز اجازه اقامت میده به شما. این رو هم بگم که این کشورهایی که در حوزه همون کارابیان هستن، همون در واقع در آمریکای شمالی قرار دارن، خیلی راحت تر بخوایم بگیم. یک کشور الان موند که تو این محدوده نیست و در اروپا هم نیست، به اسم برمودا که در آتلانتیک شمالی قرار داره، تا 30 روز هم میشه اینجا حق اقامت هست که خب یه ذره دور هستش. این هم باز بچه ها مثل جبل الطارق جزء اون مناطقی هستش که جزء خاک بریتانیا محسوب میشه و به همین خاطره که اجازه ورود با BRP UK رو به ما میدن. امیدوارم که کشورها ببخشید بچه ها، ما یه ذره دکورمون حالا خیلی حرفه‌ای نیستین، نور ما گذاشته بودیم از پشت دستم خوردون افتاد، الان شما ندیده بگیرین اینجاشو. بچه ها برای خود من این کشورها خیلی جذاب بود واقعیتش، چون میگم اگه مثل من اهل سفر باشین و علاقه‌مند به مخصوصا دیدن جاهای جدید باشین، خیلی جذابه که این کشورهای جدیدی رو که حتی اسمش هم به گوشم نخورده بودم میتونم برم ببینم با BRP UK و به نظرم بی‌انصافیه بگیم که حالا انگلیس این خیلی بدی بزرگو داره که جزء اتحادیه اروپا نیست و برای اینکه اکثر کشورهای اروپایی رو بخوایم ببینیم باید حتما ویزای شنگن بگیریم. خب به نظر من تا وقتی که ما پاسپورت بریتیش رو بگیریم، اگر وقت کنیم به همه این کشورها سفر کنیم، به نظر من خیلی کار گنده‌ای کردیم و حالا میتونیم بعد اینم که پاسپورت بریتیش رو گرفتیم خیلی راحت‌تر به سایر کشورهایی که موندن هم برسیم. بچه‌ها من یکی از بلیط‌های هواپیمایی رو سرچ کردم که از کشور انگلیس به آلبانی هست، به پایتخت آلبانی، تیارا بود اسمش رو کنم.
خیلی جالبه برام که نمیدونم الان حدس میزنین که قیمت پروازش چقدر باشه، که از لندن به تیارا پرواز مستقیم که 3 ساعت هم زمانش طول میکشه 12 پونده، یعنی خیلی ارزون. از 1 ساعت کار پرستار در انگلیس هم کمتره، یعنی حتی اینطوری بگیم که با کمتر از 1 ساعت کار کردن شما میتونین به کشور اروپایی سفر کنین و به نظر من خیلی جذابه. این هم حالا یه انگیزه‌ای باشه برای بچه‌ای که در پروسه مهاجرت به کشور انگلیس هستن و خیلی این روزا من پیام میگیرم که مرسی سپیده که با ویدیوها تا اینا به ما انگیزه بیشتری میدی. اینم به نظر من میتونه انگیزه خیلی بزرگی باشه که با کمتر از 1 ساعت کار کردن شما میتونید سفر کنین به کشور اروپایی. بعد دوباره سرچ کردم، خب این چون زمان پروازش نزدیک بود شاید به خاطر همین ارزون بود. بعدش دوباره سرچ کردم از انگلیس به مقدونیه شمالی، پایتخت مقدونیه شمالی که خیلی اسمش سخته، اصلا ازم نخواین که تلفظ کنم ولی حتما اسمشو میذارم داخل این ویدیو. 98 پوندم هزینه بلیت این بود که 8 ساعته، یعنی پروازش 8 ساعت هست. 98 پونده، اینم حالا به نظر من خیلی گرون نیست، شدنی هست، جز مقصدهایی که آدم میشه برنامه‌ریزی کرد و شما حتی با همون حقوق 1 ماهتونم میتونیم برنامه‌ریزی کنین و حالا یه پولی در نظر بگیریم برای این. و نکته جالب‌تر این که من رفتم تو سایت booking.com، اکثرا من سفرهایی که میریم محل اقامتمو از اونجا میگیرم. برای NHS هم بچه تخفیفم داره، اینم بگم برای کارکنان NHS. بعد من از booking.com رفتم سرچ کردم این آلبانی رو، مثلا 4 شب اقامت در کشور آلبانی کل 4 شب کمتر از 100 پوند بود. این خیلی جذابه. شما داخل انگلیس میخواین برین جایی رو بگیرین، شبی حالا خیلی مینیمم حداقلش 40 پوند حداقل میخواد، یا 30 پوند دیگه، حالا جایی که حالا شیر بمونین، یه جای خوب یا یه هتل خوب 40 پوند رو میخواد شبی. و این فکر کنی شما مثلا 4 شب 5 شب بمونین و کمتر از 100 پوند هزینه میکنین. الان اینا رو گفتم مثلا دلم یه سفر خیلی درست حسابی خواست و امیدوارم که این ویدیو براتون جذاب بوده باشه و استفاده کنین از این کشورهایی که گفتم اگر داخل یوکی هستین و پلن بریزین برای ماه بعدیتون، حتی این ماه اگر سیوینگتون اجازه میده و مرخصی کافی رو دارین. حالا مرخصی هم خیلی زیاد نمیخواد، شما مثلا حتی با مرخصی کمتر از 1 هفته هم به نظر من میتونین برین و برگردین. اگر هر سوالی داشتین ازم بپرسین تو کامنت ها، ممنون میشم که این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستین که هم براشون انگیزه بشه اگر داخل ایرانم و در پروسه مهاجرت هستن و اگر هم داخل یوکی هستن که چه بهتر میتونن استفاده کنن از لیست این کشورها و برای سفر بعدیشون پلن بریزن. مرسی که با من همراه بودین، ممنونم ازتون، مواظب خودتون باشین، خداحافظ.